خب الان دارم چارت نزدک رو نگاه میکنم. این گپ اوپنینگ رنج هستش و اینم یه گپیه که اینجا به عنوان اینورس ازش استفاده کردیم بعد از اینکه اینجا سل ساید رو گرفتیم. اینجا سل ساید مینورمون بوده، حرکت کردیم پایین، اومدیم بالا، یه لگ پایین تر و بعدش یه همچین حرکتی انجام شده. همونطور که اینجا میبینید یه گپی اینجا ساخته برامون توی این ناحیه که یه میله زده توی اینجا. این بهترین نقطه ورودمونه. چرا؟ چون هم سل ساید رو گرفته و الان تارگتمون واسه بای سایده، همین که استراکچر مارکتمون عوض شده. اوکی؟ به این شکل. خب حرکت کردیم اومدیم بالا، این بای ساید و این قسمت رو خالی کردیم، بعدش وارد یه کنسالیدیشن شدیم. خب این کنسالیدیشن چیه؟ این کنسالیدیشن اینجا اجازه میده که اسمارت مانی توی این اوپنینگ رنج گپ شروع به اکیومولیشن بکنه. یعنی چی؟ یعنی پوزیشن راشو اینجا جمع بکنه برای اینکه بتونه آفست کنه بالای بای ساید. بدنهای کندلا رو توی این قسمت توجه کنید. اینجا رو میبینید که میله زدیم پایین تر، ولی بدنه ها از 1/4 پایینی پایین تر نرفته. این به این شکل. الان هم انتظار داریم بیایم بالای 50% این گپ. کل این ناحیه‌ای که از این بالا تا این پایین هستش، این ناحیه بالانس شده است. می‌بینید بارها اینجا بالا پایین رفتیم و کاملا بالانس شده. مثل رنگ کردن یه دیوار بهش نگاه کنید که اینجا الان کاملا رنگ شده و بارها بالا پایین رفتیم. پس نیازی نداره که دوباره بخواد برگرده مگر اینکه برای سل ساید بخواد بیاد و اینم در صورتی اتفاق میفته که به تارگتش رسیده باشه. یعنی تارگت بالاش رو رسیده باشه و اون وظیفه‌ای که داشته رو انجام بده و بعدش ببینیم که مثلا توی این ناحیه قرار بگیره. اوکی؟ این دابل هایی که اینجا هستش و این دابل هایی که اینجا هستش، اینا رو ریتیل به عنوان مقاومت میبینه و انتظار داره که در واقع اینا مثل یک صد جلوی پرایس وایسن. پس اگر وارد پوزیشنی شده باشه قطعا استاپ هاش توی این نواحی قرار میگیره، همینطور نواحی که مثل اینه. به این جمع کردن، این چندین بار اینطوری حرکت کردن روی 50% این ناحیه توجه کن. ببینی که از 50% این عبور نکرده پایین تر. یه اکیومولیشن خیلی قشنگی اینجا اتفاق افتاده. الان میبینی که دوباره توی این گپ داره همین اتفاق میفته. توی این حالت ها اسمارت مانی یا در حال توزیعه یا در حال جمع کردنه. خب
وظیفه توی تریدر اینه که بدونی جهت مارکت کدوم بره و اگه فقط همین رو بدونی کافیه واسه که در واقع به نوعی دست اسمارت مانی رو بخونی. اوکی. خب توی این لایو بهتون بگم صرفا میخواستم ببینم که چجوریه وضعیت این داستان، یه تستی بکنم. احتمالا از فردا اگه همه مشکلات و اینا شده باشه، یعنی اگه هیچ مشکلی نباشه، احتمالا از فردا حالا یا سشن لندن رو خودم ترجیح اینه که اول شروع کنیم بعدش به سشن نیویورک برسیم، از خواص اولی شروع کنیم دیگه. مثلا سشن اولمون لندنه، از اونجا شروع کنیم تا همینجوری به نیویورک و سشن پی ام یا اون بعد از ظهر نیویورک برسیم، ببینیم که هر کدوم از اینا چه ویژگی هایی دارن و چه جوری میتونیم اینا رو ترید کنیم، از چه ابزاری باید استفاده کنیم برای ترید کردنشون و بیشتر راجع به ایندکس هاست. حالا از فارکس هم قطعا سیایی قرار بکنیم. چارت دلار که اینجا بای ساید رو گرفتیم، بعدش اومدیم پایین و توی پرایس اکشن خیلی ناجوری قرار گرفتیم و توی زمان درستش که ساعت 9:30 باشه این اتفاق افتاده و اومدیم زیر این گپ و الان میتونیم از این گپ به عنوان لول اینورس استفاده کنیم واسه اینکه بکشونه پایینتر و اینجا تارگته. اینجا کجاست؟ اینجا اوپن روز قبله. اوپن روز قبل به چه درد میخوره؟ ببین ما میدونیم که این کندل سعودی توی یک حرکت نزولی به شکل اوردر بلاک کار میکنه، درسته؟ اوردر بلاک کی فعال میشه؟ وقتی که از قیمت باز شدنش عبور کنیم. خب قیمت باز شدن این کندل اینجاست. اگر از این عبور کنیم پایینتر، این اوردر بلاک فعال میشه و دیگه انتظار نداریم که ازش عبور کنیم بالاتر. خب حداقل تا وقتی که به تارگتمون برسیم. اوکی. میبینی که این سل ساید اینجا رو یه میله توش زده. حالا انتظار داریم که برگرده پایینتر، نه اینکه بخواد مثلا یه ریتریس عمیق انجام بده. خب و فقط این در صورتی انجام میشه که ما اوپن این کندل رو رد کنیم. خب اگر امروز اوپن این کندل رو رد نکنه و اینجا یک سوینگ لو تشکیل بده، خب این لو پایینتر، این یکی لو بالاتر بزنه، تشکیل یه سوینگ لو بده، خب اون وقت انتظار داریم که یه اصلاحی بالاتر انجام بشه. بالاتر تا کجا؟ این ردیف اینجا رو میبینی چقدر تر و تمیزه. اینجا رو ریتیل به عنوان سقف میبینه. همینطور اینجا رو میبینی که اینجا اومدیم خوردیم و اینجا دقیقا مثل یک سقف واسه چارت عمل کرده، واسه قیمت عمل کرده. اینجا جاییه که میتونیم ازش عبور کنیم و بریم واسه سمت بای ساید رو بگیریم و بعدش حرکت کنیم پایین. اوکی. تا موقعی که زیر این گپ باشیم انتظار داریم که همچنان حرکت نزولی باشه. اوکی. همینطور اینجا اگه از یک ساعت نگاه کنیم،
این گپیه که اینجا وجود داره و ما اومدیم رسیدیم بهش یک بار، اینجا هم دو بار. انتظار داریم که حرکت کنیم بریم بالاتر واسه این لابل هایی که اینجا ساخته. خب الان برای یورو بای سایدمون کجاست؟ بای سایدمون اینجاست و سل سایدمون اینجا. اوکی، میبینی که یه دابل لو و یک دابل های ساخته. این ریتیه که داریم لیکویدیتی جمع میکنیم. خب اونجایی که تایم فریم بالاترمون سعودیه، انتظار داریم که حرکت کنه بالاتر، ولی میتونه قبل از اینکه بخواد بالا حرکت کنه توی یک مرحله پایین رو خالی کنه و بعد حرکت کنه بره به سمت بالا. اوکی، الان سل ساید های مینور یا شورت ترم گرفته شده و تارگت میتونه این قسمت باشه. حالا ببینیم که چجوری قراره بریم برسیم. اینکه پرایس توی این ناحیه ها چجوری واکنش میده و چه حرکاتی از خودش نشون میده، اینا اهمیت داره. شما باید اینو در نظر بگیری که آیا پرایس مثلا وارد این ناحیه میشه و فقط یه میله میزنه و بعدش یه ریجکت سنگین توش میبینی، یا اینکه وقتی به اینجا میرسیم کندلای بزرگی میبینی که نشون میده که اوکی دیگه ریورسالی قرار نیست اتفاق بیفته، یعنی بازگشتی قرار نیست اتفاق بیفته. امکان داره همینو حرکت کنیم بریم واسه بالاتر. تنها کمبودی هم که توی مارکت فعلا وجود داره یه این تیک است از بالای این تا اینجا که میتونه ازش به عنوان گپ اینورژن استفاده کنه به این شکل. و دیگری هم اینجاست. خب اینه که در واقع انقدرش باز مونده. خب این میتونه جاذب پرایس باشه، ولی ما باید از کلش استفاده کنیم چون ریاکشن رو همچنان توی کلش میبینیم. اوکی، پرایسن دوشنبه یه اصلاح بوده. سه شنبه اومدیم دقیقا روی لوی دوشنبه. خب در صورتی که توی دلار میبینی که سه شنبه به های دوشنبه نرسیده. های دوشنبه الان اینجاست. اوکی، و یک اینورژن اینجا. بریم پوند رو ببینیم. پوند به جفت تارگت ما رسیده، همونطور که از چندین وقت پیش گفتم حرکت صعودی پوند باید خیلی سریعتر باشه و این همون چیزیه که میبینیم، اصلاح‌های کمتر و سرعت حرکت صعودی بیشتر به این شکل. این هم دیگه نمیخوایم. اوکی، این گپی هم که اینجا باز مونده بود و ببین که اینجا به شکل معکوس ازش عمل میکنه. اینجا میاد بالا، برمیگرده 50% حرکت میکنه بالاتر، برمیگرده اینجا ریاکشن میده، میاد پایین دوباره و بالاتر. اوکی، بعد از اینکه این اوپنینگ برای دلار رد بشه، قیمت باز شدن اون اوردر بلاک رد بشه، انتظار نداریم که دیگه بخواد بیاد بالاتر. انتظار داریم که اول بره پایین و بعدش در نهایت که به تارگتمون یا به اون استاپ های مد نظرمون، به اون لیکویدیتی مد نظرمون رسیدیم، بعدش حرکت کنه واسه بالاتر. خب میتونه این کار رو نکنه؟ بله میتونه. ما ناظر پرایسیم. اوکی، ما تعیین کننده ی مارکت نیستیم. ما باید نسبت به حرکت هایی که پرایس انجام میده واکنش بدیم. نه اینکه تعیین کنیم که اوکی قرار فلان اتفاق بیفته و
ایدمون رو تحمیل مارکت کنیم. اوکی، تو بهترین حالت اینه که اگر اینجا رو رد کردش خواستش برگرده این بالا، خب تریدی نمی کنیم، چرا که اگه بخوایم ترید کنیم احتمالاً ضرر میکنیم. اوکی، اینا چیزاییه که به عنوان یک تریدر شما باید حتما توی کارتون لحاظ کنید. خب این همین اتفاقیه که اینجا داشتیم با هم صحبت میکردیم. به این شکل اومدیم توی این گپ، اینجا از این 50% این میله عبور کردیم رفتیم بالاتر. خب و اینجا میتونست یه میله‌ای بزنه روی این، میتونست نزنه که نزدش و حرکت کردش به این شکل بالا. وقتی یه همچین اتفاقی میفته و به اون آرایه‌ای که مد نظرمونه واکنش نمیده، احتمال اینکه این گپ باز بمونه زیاده. خب چرا؟ چون پرایس عجله داره، میخواد سریع برسه به اون نقطه‌ای که باید. اوکی، به این شکل میریم بالا، برمیگردیم یه ریاکشن روی های قدیمی میزنیم که یکی از آرایه هامونه و کندل رو دقت کنیم که زیر این آرایه‌مون بسته نشده، همچنین زیر 50% این بسته نشده. این کندل رو دقت کن، دقیقاً اومده سر 50%، این یکی باز شده عبور کرده رفته بالاتر. خب جفت تارگت هامون الان رسیدش، اینجا جایی بود که استاپ ها رو میذاشتش تریدر ریتیل. بعد از اینکه سل ساید خالی شد به این شکل ریورس بالاتر و بالاتر. اینجا یه گپ هستش که اینجا ازش عبور کردیم پایینتر، حالا میتونه برسه به این گپ و ریورس کنه، میتونه دوباره بیاد بالای این گپ. این چیزیه که شما یه تریدر باید ناظرش باشید که پیشبینی قطعی براش وجود نداره، ولی خود این حرکت به این شکل این یه تریده. شما نیازی نداری که اینجا ترید کنی، شما میدونی که الان تارگت اینجاست، پس توی این حرکت میتونستی سود خوبی از مارکت بگیری. اوکی، نیازی نداری که اینجا تاپ مارکت رو بگیری، کلا تاپ و بات مارکت رو بیخیال شو، سر و ته مارکت رو بیخیال شو. تو توی مسیر اون به شکل سر و ته قضیه نونه، فقط تو نونشو نمیخوای، تو اون گوشت وسطشو میخوای. اینکه اینجا من بیام بگم که اوکی الان یه دابل لو داریم، پس کف مارکت خورده، اینجا استراکچر مارکت هم عوض شده، یه اصلاح هم انجام داده، اینجا وارد مارکت میشم که میریم بالاتر، این اشتباهه. خب این همون نونیه که بعضیا میره تو پاچشون، بعدش میبینی که پرایس یه ریدی روی سل ساید انجام میده و بعدش حرکت میکنه میره بالاتر. من به این که از اینجا وارد معامله بشم نیازی ندارم، این میله اینجا واسه من کافیه واسه اینکه وارد معامله بشم. همچنین این کندل که اینجا عبور کرده رفته بالای این گپ بسته شده، این گپ از بالای این کندل تا پایین این کندل به اضافه این والیوم ایمبالنسی که اینجا هست، والیوم ایمبالنس رو باید توی فیر ولیو گپت لحاظ کنی. اوکی، اینجا حرکت کردیم بالا، برگشتیم پایین، اینجا نقطه وروده. اوکی، اینجا که اومدیم رسیدیم به اوپنینگ این کندل. استاپت رو کجا میذاری؟ استاپت رو میتونی زیر 50% این کندل یا روی باز شدنش بذاری. اوکی، یعنی در واقع اگر بخوایم اینطوری معامله کنیم معاملمون به این شکل میشه. میبینی که با یه استاپ خیلی کم میتونیم
تارگت خیلی خوبی رو بگیریم. مثلا اگه تارگت اولیه‌مون اینجا باشه ریسک به ریوارد 8 و اگه تارگتمون اینجا باشه ریسک به ریوارد 10 رو میگیریم. حتی اگه اینجا نتونستی وارد معامله بشی میتونی از 50% این گپ استفاده کنی. اینجا نخواستی وارد معامله بشی از توی این گپ میتونی وارد معامله بشی. اگر توی این گپ خواستی وارد معامله بشی، مثلا میگیم از سقف این گپ خواستی وارد معامله بشی، خب استاپت رو کجا میذاری که سیف باشه؟ استاپت حتما باید زیر 50% این اوردر بلاک باشه. این کندل آبی که اینجا میبینی پایین ترین کندل نزولیه. استاپت باید زیر 50% این باشه. تارگتت میتونه این بای ساید یا این بای ساید باشه که بهترینه که توشون یه پارشال هم بگیری. یعنی چی؟ یعنی اگه تارگت اصلیت اینجاست، اول انتظار داشته باشی که بیاد برسه به اینجا و شما یه تیکه از پوزیشنت رو آف کنی. این کار باعث میشه که شما بتونی سود مستمر بگیری. اینا چیزایی نیستش که هر کسی که ادعای کنه توی یوتیوب یا کلا مؤسسه آموزشی داره یا هر چیزی، اینا رو و هدفشون هم همینه که به شما نگن اینا رو. هدفشون سودده بودن شما نیست. به هر طریقی هدفشون چیزای دیگه است. نمیخوایم وارد حاشیه بشیم اینجا. به این شکل حرکت کردیم بالا، دوباره یک گپ اینجا داشتیم که رفتیم بالاتر. این هم یه مینی ترید خیلی خوبه واسه کسایی که حالا از این حرکت اصلی جا موندن. خب و اینم آخرای تریدمونه. اوکی، بیشتر از این رو من به شخص نیازی ندارم بگیرم. به شما هم توصیه میکنم که سعی کنید تارگتاتون رو محدود انتخاب کنید. همین حرکت از اینجا تا اینجا یه ترید خیلی خوبه اگر اسکالپر هستی و توی این ناحیه میتونه تارگت مناسبی باشه برامون. اوکی، خب لایو رو همینجا من میبندم. فردا سعی میکنم که یکم طولانی تر با هم دیگه باشیم. اول باید چک کنم ببینم که ایرادای این لایو چیه و اینا. امیدوارم که موفق و پرسود باشید. روزتون بخیر.